سلام، من مسعود سفیدی هستم با برنامه روی خط درباره جایگاه موسیقی. پخش چند دقیقه‌ای تصویری گروه موسیقی از تلویزیون ایران مسئله ساز شد. چرا مگه موسیقی مجاز نیست؟ آیا صدای موسیقی مجازه اما تصویر ساز نه؟ آیا چنین برخوردی با هنر موسیقی سلیقه‌ای یا سازمان یافته؟ برخوردهای 35 سال گذشته با موسیقی و مسائلی که از نظر فقهی مد نظر جمهوری اسلامی بوده رو حل کرده و یا اینکه به ترویج اون کمک کرده؟ به نظر میرسه که برخورد با موسیقی بیشتر تابعی از تحولات سیاسی در سالهای پس از انقلاب هم بوده. نظر شما چیه؟ از طریق تلفن، اسکایپ، ایمیل، فیسبوک و توییتر با ما تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو به اشتراک بگذارید. سری می‌زنیم. من برمیگردم به یک تلفن فرهناز از کیش با ما. سلام، وقتی شما بخیر. بفرمایید. من فکر می‌کنم که چون موسیقی الان برای سرگرمیش و ابزاری برای معروف شدن دارن ازش استفاده میکنن، در واقع چون فرهنگش وجود نداره و خیلی اونو به عنوان یک هنر نمیشناسن و درک نمیکنن که موسیقی یک علمه، نشون دادنش با برای حد اکثری. شما منظورتون دیدگاه حکومتی در مورد موسیقیه؟ نه، دیدگاه افراد رو میگم. منظورم اینه که الان که به صورت توی شبکه‌های عمومی نشون دادن حداقله، چون برنامه‌هایی مثل دستان یا شبکه آموزش ما داریم که نشون میده به حال سازهای سنتی رو یا آموزشش رو، اینها رو. به نظر من کار درستیه که به صورت حداقل نشون بدم، چون که خیلی چرا؟ من متوجه نشدم چرا؟ یعنی نشون دادن ساز نیاز به راهنمایی و آموزش داره از نظر شما؟ ببینید، اگر که بخوان زیاد این رو نشون بدن، خیلی ممکنه تحریک و ترویج بشه برای طرفدار موسیقی که موسیقی زیرزمینی که این خیلی آسیب میرسونه به اصل موسیقی. یعنی به نظر شما در 35 سال گذشته که موسیقی رو نشون ندادن ما موسیقی زیرزمینی نداشتیم؟ چرا داشتیم؟ خب همین موسیقی زیرزمینی باعث شده که آسیب رسونده شده به اصل موسیقی و اگر اینو نشون میدن بیشتر ترویج میشه براشون. برای کسی که بخوان موسیقی بدون اینکه بدونن یک علمه و به این صورت ازش استفاده کنن. درسته که موسیقی یک غذای روحه، ولی باید اون اصولی که در واقع علم موسیقی داره درش رعایت بشه. مثلا چیکار باید بکنن؟ این ظاهرا ببینید این ما در مورد این فیلمی که پخش شد اول برنامه و الان هم دارین شما به بخشی از اون رو می‌بینید، دارین صحبت می‌کنید، یک ارکستری آمده مجاز هم بوده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، می‌خواسته که موسیقیش رو پخش بکنن. حالا چه اتفاقی افتاده این موسیقی پخش نشده دارین صحبت می‌کنید؟ چرا مگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ حالا شما تصور کنید که ما با نظر شما موافق باشیم. به نظر شما قبل از اینکه این گروه بیان روی صحنه باید کسی بیاد در مورد موسیقی حرف بزنه، سازها رو معرفی بکنه یا چی کار دیگه‌ای بکنه؟ ببین، الان موسیقی این سازگیرین به نظر یه خورده داره اغراق‌آمیز میشه، چون خیلی از شبکه‌ها نشون دادن همین ترمسی که بلاغت پیامبرمون بود نشون دادن توی تلویزیون 2 تا میومدن میزدن میخوندن دست. خودم از شبکه سیما برنامه گلخانه نشون داد، شبکه آموزش برنامه پنج‌تحویل نشون داد. خیلی برنامه سوال ما همینه، یعنی در واقع بلافاصله این برنامه قطع شده و تهیه کننده هم اومده پس گرفت، یعنی گفته که ما یک اشتباه شدیم که این گروه اومدن روی صحنه و چون این بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته ما به عنوان این سوژه انتخاب کردیم در واقع نگاهی هم داریم که به بحث موسیقی که اصولا حرام حلال جایگاه قانونی داره یا نداره. ما در واقع منظور ما از این برنامه اینه. لطفاً اگر در این مورد نظری داریم بفرمایید. حلال حرام بودن و موسیقی، خب موسیقی که آسیب نرسونه به روح میشه حلال و غیر انسان که حرام. شما ببینید ما الان توی بحث موسیقی مسئله به نام وارونسازی، واروننگاری موسیقی داریم، درسته؟ که باعث میشه کسی که حالا خیلی نامحسوس هم این کار انجام میشه، مثلا از که این موسیقی رو گوش بده ممکن دچار افسردگی یا ناراحتی یا خوشحالی بی‌فرض هست که خب ممکن خیلی بعدش پشیمون بشن از این که حالا توی چه میدونم حالی یا مرسومات اینجوری هستش.
به وجود بیاره که خب این خودش به نظر من این درست نیست و اصل موسیقی رو زیر سوال میبره. خیلی متشکرم از این برنامه، بهش میپردازیم. شاهین از تهران از طریق اسکایپ با ماست. شاهین شما روی خط هستید. شاهین. بله سلام آقای صدیقی. من یه نکته رو الان خانم ملکی گفتن خیلی برام جالب بود. ایشون یه جمله رو به این مضمون کار بردن که حالا 10 ثانیه یا 3 دقیقه نشون داده شده به کجا برمیخوره. من خواستم از شما اجازه بگیرم من 3 دقیقه در مورد جنایت اسرائیل توی فلسطین صحبت کنم ببینم به کجا شما برمیخوره. ببخشید اجازه بدین. رویا در مورد یک نکته بسیار بسیار ساده صحبت کرد که بعد از انقلاب بخشی از ادبیات ما ایرانی هاست و خود جمهوری اسلامی هم به کار میبره. حالا اگر شما با این ادبیات مخالف هستی دلیل بر این نمیشه که خارج از چارچوب برنامه صحبت کنیم. ما در مورد موسیقی و جایگاه موسیقی، حرام بودن، حلال بودن و اینکه چه اتفاقی برای موسیقی افتاده می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه این برنامه چرا پخش شده و چرا اصولا اگر که موسیقی مجاز هست چرا تصویر ارکستر نشون نمیدن صحبت می‌کنیم. بفرمایید. ببینید من قصدم از گفتن این جمله این بود که شما برای خودتون یه خط قرمزی تعیین کردید در اساس سیاستایی که مسئولین شما گذاشتن که اونم مثلا در مورد جنایت اسرائیل صحبت نشد. میگم آقا اینجا یه خط قرمزهایی داره برای به هر دلیلی که خودشون دارن. حالا به قول شما فقیهان در مقابل موسیقی دارن یا هر اسم دیگه که می‌خواید بذارید. اگر شما موسیقی خط قرمز پس نه گفتم که برای دلایل الان ما موسیقی خیلی از موسیقی از ما پخش میشه. میگم شما الان در مورد اسرائیل برنامه پخش می‌کنید. شما همش ببینید من خواهش می‌کنم که با مثال جلو نریم. حتی در مورد همین برنامه صحبت بکنید. چرا این پخش شده و چرا جلوش رو گرفتن؟ موسیقی که صدا داره چرا سازش رو نمیتونن نشون بدن؟ هم خیلی ساده است. سوال ما خیلی سوال ساده‌ای. من سوال شما رو کاملا متوجه شدم. میگم خیلی متشکرم. اگر متوجه شدید که من خیلی خوشحالم. بفرمایید ما گوش می‌کنیم. میگم که خط قرمزی هستش اینجا به این عنوان به هر دلیلی که حالا فقیهان یا مسئولین ما تشخیص دادن انجام میدن. اما دیگه میگم هر جایی خط قرمز بشه رعایت میشه مثل صدای آمریکا، مثل BBC، مثل صدای جمهوری اسلامی، هر جای دیگه هر شبکه شما حساب کنید اصلا تلویزیون نروژ هر جای دیگه که هست پس تو خط قرمزایی که دارن مثل این بفرمایید. به نظر میرسه که صدای شما رسان نیست. حسام از همدان با ماست. الو بفرمایید. سلام آقای صفیری. بفرمایید. آقای صفیری شما اشاره به یه قانونی کردین که در ایران به وجود داره. منم میخواستم به یه قانونی اشاره بکنم که تو کشور آمریکا هستش. حدود چند ماه پیش تعداد حدود 50 خورده نوجوان دانش آموز یکی از مدارس آمریکا توسط یکی از دانش آموزان کشته شدن. اما بعد از این ماجرا یک تصویر از جنازه اینا، حالا تصویری که اینا آغشته به خون باشن، به تصویری از جنازه اینا تو رسانه‌های آمریکا منتشر نشه. ببخشید من یه نکته بسیار خوبی اجازه بدید. نکته بسیار خوبی در تمامی رسانه‌ها این رسمه که وقتی که میخوان برخی حوادث رو نشون بدن میگن که مواظب باشین این تصاویر دلخراشه. این حادثه دلخراشه. ساز دلخراشه به نظر شما؟ یعنی شما از دیدن ساز اجازه بفرمایید. بله من گوش میکنم به حرفای شما. میخوایم نتیجه بگیریم. در واقع این بحث ما باید به این نقطه برسه. شما میخواین دیدگاهتون رو به اشتراک بذارید. من ناگزیرم بحث رو در واقع هدایت بکنم. در غیر این صورت من از حقوق سایر مخاطبان که نمیتونم به نظر شما صرف نظر بکنم. یعنی به نظر شما ساز دلخراشه؟ من ساز در مورد چه پدیده ممکنه صدا داشته باشه اما تصویر نداشته باشه؟ به نظر شما این کجاش؟ این دو پدیده چجوری با هم قابل قیاسن؟ این قیاس معل فارغ شما میخواید به این نتیجه برسید که به نظر من شاید منطقی نیست. بفرمایید. اول اجازه بدید در مورد اون تصاویر دلخراش نه ببینید شما در مورد موضوع برنامه میتونید صحبت کنید. ببینید شما به قانونی اشاره کردین که گفتین رسانه‌ها ممنوع هستن تصاویر دلخراش. نه ممنوع نیستن، ترجیح میدن. ببینید ممنوعیت یک پدیده جداست، حرام یک پدیده جداست. همه این کلمات تعریف داره، هم بار حقوقی داره هم بار فقهی داره.
یعنی کلمه حرام بار فقهی داره، کلمه ممنوعیت بار حقوقی داره. اما اون چیزی که من در مورد رسانه‌ها عرض کردم به عنوان تجربه شخصی که تو این کارم هستم، مثل همه همکارای دیگم، در این جور موارد پخش نمی‌کنم به دلیل اینکه به روحیه بیننده‌ها آسیب وارد می‌کنه، برای حفظ هنجارهای اجتماعی. فقط همین. بفرمایید. یا خوب شد که من روی خط اومدم تا شما دیدم صحبت بکنید. شما الان مدام تمرکز من رو به هم میزنید و خودتون صحبت میکنید بدون که وقت هم برید صحبت بکنم. اگه قرار شما صحبت بکنید خب چرا من رو وقت کردید؟ خودتون صحبت میکردید دیگه. خیلی متشکرم از اینکه با ما بودین. برنامه روی خط یک برنامه زنده است در مورد مطالبی که انتخاب میشه از طرف سردبیران صدای آمریکا. شما بیایید روی خط دیدگاه‌های خودتون رو در چارچوب اون برنامه به اشتراک بذارید. ما با